برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. با برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد مهمان مجازی شما هستم. یادتان باشد چند روز پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود آدینایف گفته بود که به شهرداری پایتخت نامه نوشته اجازه تظاهرات درخواست کرده است. بعد این درخواستش کمی نگذشته این فعال سیاسی گم شد، بی‌درک شد. اینک 5 روز گذشت، در کشوری که میگویند تنج و آرامی است، یک نفر گم می شود، از او درکی نیست. مقامات باشد به جز اتهام و تهمت و بهتان علیه این مرد دیگر چیزی نمیگوید. روز ششم است که از محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و جسورترین سیاستمدار و فعال مخالف در چند سال آخر درکی نیست. محمود آدینایف داخل کشور در صف پیشی مبارزه سیاسی قرار داشت و تنها مقابل همه بیدادی ها و ظلم و ستم مبارزه می برد. مسئله محمود آدینایف مسئله جنگاور است که تنها به قلب ارتش ظلم وارد شده و از 4 طرف احاطه شده است، اما به ابا می جنگد. نگاه مردم به این گونه قهرمان ها همیشه یک گونه است. این خیلی نفرها را مردم دیوانه می خوانند. اکثریت به این نظر است که هر کسی برای آزادی دیگران جانش را دریغ نمی دارد دیوانه است. بخصوص وقت این اکثریت ترسو باشد. ملت خوابیده، ملت ترسو هیچگاه قهرمانانش را قدر نمی کند. برعکس با خاموشی و پشتگردانیش آنها را می کشد. حالا یک قهرمان دیگر نیز اسیر افتاده است و ملت خاموش است. وقت صدایش بلند خواهد شد که قهرمانش را از دست می دهد. نظر کردن مردم به این دلاور میدان مبارزه چون به نفری که خودش به سر خودش بلا خریده است، تلاش قهرمانی 10 ساله او را زیر سایه برده است. مردم به نفرانی که ضد ظلم مبارزه میبرند دیوانه میگویند به سر بلا خودت بلا خریده چیکار میکنی؟ تنشین آخر. پیشنهاد مردم ترسو به مبارزان همین است. به ما هم همین گونه توصیه ها می شود. از تاجیکستان زنگ می زنند. خویش و اقرباها آی سری تنج شین، بیا سری مایم تنج ماند، آی جیم شین گپ نزن، ضد دولت گپ نزن، ضد حکومت گپ نزن. توصیه ها همین خیلی است. بیش از 10 سال است که محمود آدینایف هم برای دفاع از مظلومین سینه سپر کرده است، اما ملت ترجیح می دهد قهرمانی های او را نبیند. محمود آدینایف و پسرش از اولین نفرانند که مشکل شکنجه در زندان ها را برداشتند. با زاراو، یعنی همون عزت الله شریف سابق رئیس زندان های تاجیکستان، با همین زاراو و امپریاش به تنهایی مبارزه بردند. اما چون کسی از این ملت، حتی نزدیکان محبوسانی که همیشه شکنجه می شوند، به کمک دستگیری آنها اقدام نکرد، شکست خوردند. ما همراه سناتور رضای فرزندمون زیر خطر قرار داریم. برای همین من تصمیم گرفتم که با واسطه پیکت زیاده از 70 نفر نزد قصر پرزیدنت با شعار شکنجه نسبت شکنجه میدانداری کنیم. پسر محمود آدینایف که در جسارت و دلاوری از پدرش کمتر نیست،
یکی از اولین نفران است که حقیقت شکنجه در زندانهای تاجیکستان را افشا کرد و در پرونده قتل حمزه اکرامزاده چون شاهد شرکت نمود. خود محمورات آدینایف این پرونده را تا آخر پیگیری کرد و با وجود فشارها به خودش و پسرش از مبارزه برای رسانیدن حق به حقدار دست نکشید. تماشابینان گرامی، یادتان باشد این پرونده وقت باز شد که یک نوار تقریبا 1 ساعته ویدیویی که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین می آیند و پس از شناسانیدن خود پی ضربه ها را در بدن خود نشان می دهند، در ماه دکبر سال 2012 به رسانه ها دسترس شده سر و صدای زیادی را به وجود آورده بود. یادتان هست؟ نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 شهر دوشنبه ماه اکتبر 10 محبوسان از دوشنبه به محبس شهر خوجند انتقال یافتند. نزدیکان اکرامزاده می گفتند که او بر اثر شکنجه شدید به هلاکت رسید و عکس و نوار بدنی از شکنجه کبود و سیاه شده او را نیز نشان داده بودند، اما مقامات پافشاری میکردند و میگفتند که این زندانی دست به خودکشی زده است. تنها 2 نفر از این محبوسان شاهدی داده، سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف، تا آخر ایستادگی کردند و میگفتند که تمام شاهدان مرگ اکرامزاده را مخصوص به زندان خوجند تحویل دادند تا حقیقت قتل او روی آب نبراید. محمورات آدینایف برای پیگیری آن پرونده، صحبت‌هایش با رسانه‌ها و دست نکشیدنش از افشای شکنجه در ایمپری زار را بارها مورد حمله، بازداشت و تهدید قرار گرفت. برای مثال، سنه 23 ایول سال 2013 وقتی برای شرکت در مرافعه پسرش به خوجند سفر کرده بود، آدینایف را از نزد بازداشتگاه رقم 2 خوجند بازداشت کرده به دادستانی میبرند و طی 3-4 ساعت مورد استنطاق مفتش قرار میگیرد. دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحاتی سوخت درباره انتقال نوار و معلومات ها درباره شکنجه محبوسان به اینترنت آدینایف را گمانبر میداند و پرسش میکند. مفتش آن پرونده پرویز قاسموف، جنی قاسم جان رهبرویچ، سابق رئیس ولایت سوخت هم آن زمان بازداشت شدن محمورات آدینایف را تصدیق کرده گفته بود که در حقیقت موافق درخواست من محمورات آدینایف را همچون شاهد آورده اند. سنه 18 اکتبر سال 2013 دادگاه شهر خوجند این 2 محبوس حقیقت جو، صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را با اتهام پخش اخبار بر دروغ و تحریک‌آمیز متناسباً به 7 و 9 سال زندان محکوم کرد. صدرالدین تاشف سابق رزمنده مخالفین با اتهام تروریسم، بندیتیزم و آدمربایی در سالهای جنگ داخلی از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شده بود. بنابر قانون عفو، مهلت جزای او کاهش یافته قبل از حکم دادگاه خوجند تنها 3.5 سال او باقی مانده بود. بعد علاوه حکم دادگاه خوجند، صدرالدین تاشف باز برای 10 سال و 5 ماه دیگر در زندان باقی ماند. پسر محمورات آدینایف، سنت الله رضایف، با قرار دادگاه عالی با اتهام اوباشی به 16 سال زندان محکوم شده 2 سالش باقی مانده بود و 9 سال حکم نو او را تا 11 سال دیگر زندانی باقی گذاشت. در جریان تفتیشات بارها خبر شکنجه شدن این 2 نفر به رسانه‌ها راه یافت و بالاخره زار را، عزت الله شریپوف، توانست این 2 محبوس مبارز را هم شکند و آنها مجبور به اعتراف این شدند که کسی شکنجهشان نکرده است. اول گفتند تمام عضو بدنشان را نشان دادند که شکنجه شده اند، بعد
زیر فشار گفتند که نه ما شکنجه نشده ایم. همین زدگی می؟ کنیم استو کم اگر کنیم استو خوری طرف چه راست با آنها میخوام با دوبینکا زدن می؟ میشه کبود همین زدگی همین ها خوری پیشتون باعث میسین یکی اونی بگو جون با شخصا من هیچ که زدگی نیست. کس مجبور کرد شما؟ من هیچ که مجبور نکرده. من 14 سالش زندان نشم، من بیزور شدم. من خونه رفتم در کور. من فرزندی نوبالغ دارم، پدر پیر دارم. با وجود این همه شکنجه های پسرش و تعقیب بازداشت ها و فشارهای روانی به خودش، محمورات آدینایف از مبارزه اش دست نکشید و تا آخرین لحظه به آن ادامه داد. به من به حزب سوسیال دموکراتم من میدانداری کردم میتونم، چون که بارها میدان دا بودم. من از میدان اینو نمیترسم، تنها به خاطر اون میدان میبرم که این جنایت ها آشکار شوند. فشار بالای محمورات آدینایف از زمان شروع معرکه های انتخاباتی سال جاری خیلی افزایش یافت و مقامات با تفتیش خانه اش، بازداشت یک پسرش و ابلاغ پسری دیگرش میخواستند او را مجبور به دستکشی از تلاشهایش نمایند. آخرین اقدام محمورات آدینایف که به رئیس شهر دوشنبه و پسری رئیس جمهور رستم امامعلی برای گرفتن اجازه گردی همایی مراجعت کرد، ظاهراً مقامات را سخت ترساند. در پس منظر حوادث اخیر بلاروس و قرقیزستان، مقامات تاجیک در حالت عصبانیت شدید قرار دارند و چنین اقدامات واقعاً میتواند آنها را به عملکردهای شدیدتر و غیر قانونی وادار سازد. حالا روز ششم است که محمورات آدینایف غیب زده است و مقامات هم او را در پیگرد قرار داده اند. طبق دعوای پلیس، آدینایف 6 روز پیش برای بازپرسی درباره پسرش به این شعبه دعوت شده اما حاضر نشده است. نزدیکان محمورات آدینایف هم میگویند از مکان بود و باشش خبر ندارند، چون 6 روز قبل بیدرک شده از خود هیچ نشانه باقی نگذاشته است. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک، سازمان مستقر در لهستان، روز 24 نوامبر در بیانیه نوشت که آدینایف ربوده شده است و در یک مکان نامعلوم نگهداری می شود. چند قبل معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمد مراد آدینایف از شهرداری شهر دوشنبه درخواست کرد که یک تظاهرات در شهر دوشنبه نسبت به ناعدالتی‌های مقامات قدرتی تاجیکستان دایر کردن هستند. و بعد این اخبار معلوم شد که با مقامات تاجیکستان این پیشنهاد خوش نآمد و مدتی 5 و 6 روز است که محمد مراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ناپدید شده است. دیگر این معلوم است که مقامات قدرتی تاجیکستان به همه کار دست زدن و دست میزنند، مردم را از دیگر کشورها را بردن، نابود کردن، و قتل رساندن، زندانی کردن. و امروز هم بعید نیست که محمد مراد آدینایف در دست این مقامات قدرتی تاجیکستان شاید قرار داشته باشد. خب به همین خاطر کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان دیروز یک بیانیه پخش کرد، از مقامات تاجیکستان درخواست کرد که دست کسان از چنین بی‌رحمی ها و ناعدالتی ها. به راستی انسان شرم میکند که در یک جا خود را شهروند کشور تاجیکستان گوید. ما با تمام سازمان های بین المللی حقوق بشر و با کورپس های دیپلماتی در تاجیکستان بوده مراجعت کردیم که با مقامات های کشور تاجیکستان، مقامات های قدرتی کشور تاجیکستان
درخواست کنند که چنین اقدام ها خاتمه دهند. مقامات به بیانیه این کمیته واکنش نکردند. پیوندان اودینایف میگویند درباره در کجا بودن معاون رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان آنها را پرسجو کردند. اما 2 روز پیش نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر فشار و بازپرسی نزدیکان محمود اودینایف را به اساس خواند. حالا تا دیروز که من خودم دیده بودم صحیفه فیسبوکی محمود اودینایف روشن بود ولی به نوشته ها پاسخ نمیدهد. این یکی از تاکتیک های معلوم مقامات امنیتی و داخلی است که وقت نفره را بازداشت کردند تلفن او را مصادره می کنند و آن را خاموش نمی سازند. ظاهراً با این راه می خواهند آنهایی را که با بازداشت شده تماس دارند معلوم نمایند و معلومات بیشتری به دست آورند. تنها همین که فیسبوک و پیامک رسان‌های او روشن است گواهی آن است که مقامات حداقل از مکان بودوباشی محمود اودینایف خبر دارند. زیرا توسط تلفن معین کردن مکان بودوباشی صاحبش برای مقامات کار 1 دقیقه‌ای نه است. در 1 دقیقه می‌یابد و بیشتری بازداشت‌های سال‌های اخیر همین طور صورت می‌گیرد. از روی تلفن می‌بینند در کجا است، در کجا ایستاده است، در کدام خیابان. پس چرا محمود اودینایف معلوم نشد که تلفنش فعال است، پیامک رسان‌هایش فعال است، فسیتی است، اما او را نیافتند. یک منبع ما 3 روز پیش به ما خبر داد که محمود اودینایف از طرف کارمندان ریاست کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخل ربوده شده حالا در بنای این ریاست نگهداری می شود. به گفته منبع ما سردار این ریاست شاهرخ سیدزاده از رستم امامعلی سفارش گرفته است تا صدای اودینایف را برای همیشه خاموش نماید. متاسفانه تصدیق این خبر از منبع‌های دیگر به ما میسر نشد. حالا 2 روز قبل وزارت کارهای داخله نواره را پخش کرد که در آن شیخ مصلح الدین اودینایف پسر 24 ساله محمود اودینایف تجاوز به ناموس دختران در حالت مستی را اعتراف میکند. من در حالت مستی قرار داشتم. من دخترها را تجاوز به ناموس میکردم. البته حالا به اعتراف هایی که در نوارهای پهن کرده ای از جانب مقامات قدرتی است کسی باور ندارد، چون بارها ثابت شده که این اعترافات تحت شکنجه های شدید گرفته می شوند. خود کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی اعتراف کرده اند که هر کسی به دست آنها فرامد مرده لنین را هم به کله می گیرد. هرچند وزارت به فعالیت سیاسی اودینایف ربط داشتن بازداشت پسرش را رد می کند، به فتنه‌گری و اغوا انگیزی متهم کردن محمود اودینایف در اول این نوار گواه این است که بازداشت پسرش و ثبت و پخش این نوار محض به فعالیت‌های سیاسی او ربط دارد و مقامات می‌خواهند محمود اودینایف و خانواده‌اش را در چشم جامعه اوباش و فتنه‌گر جلوه دهند. جامعه هم به غیب زدن جسورترین مبارز عدالتخواه در چند سال اخیر تقریباً واکنش نکرد. قهرمانی که برای پایداری عدالت و آزادی ملت مبارزه می برد قربانی ترس ملت شد. اکنون تماشابینان عزیز خودتان بگویید آیا این ملت سزاوار عدل و آزادی است؟ اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه لایک را لطفاً دریغ ندارید و همچنین
پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.